من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. یکی از دلایل دیگر که باید با مشرکان جنگید اینه. مشرکان یک رسمی داشتند. خب ماهای حرام در قبل از اسلام ماه حرام بودند، یعنی به ماه حرام احترام میگذاشتند. 4 ماه بودند. 3 تا ماهای حج هستند، 2 تا ماه حج، ذیقعده، ذیحجه و محرم و 1 ماه ماه رجب. این 4 ماه 4 ماه حرام هستند. در این ماه حتی مشرکان با هم می جنگیدن، دیگه آتش بس بود. در این ماه حتی برای کسانی که برای سرقت و دزدی می رفتن نمی رفتند، احترام می گذاشتند. اما بعضی وقتها شرایط جنگی طوری پیش می آمد که اگر جنگ را متوقف بکنیم، بیشتر از این لفت بدیم، به ضرر تمام میشه. دشمن آمادگی میکنه، دشمن ما را شکست میده. پس چیکار میکردند؟ ماه حرام را جابجا میکردند. یعنی ماه حرام را همون 4 ماه میدانستند، اما گاهی به جای محرم میگفته امسال محرم حرام نیست، امسال در محرم می جنگیم، به جای محرم 1 ماه بعد سفر را حرام قرار میده. چون 3 ماه پشت سر هم ذیقعده هم ذیحجه 2 ماه نجنگیده بودن، 3 محرم هم نمی جنگیدن، طولانی میشد. میگفتن که محرم را چیکار میکنیم؟ محرم امسال حرام نیست، امسال در محرم می جنگیم، حرام سفر است، ماه حرام سفر است بعد از محرم. این تغییراتی بود که از خود میدادند. الله تعالی می فرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. تعداد ماها نزد الله عزوجل کل ماها 12 شهرا، 12 ماه قمری هستند فی کتاب الله، یعنی در احکام شرعی. یوم خلق السماوات والارض، از روزی که الله تعالی آسمان ها و زمین را آفریده. منها 4 حرم، 4 ماه از این ماها ماه حرامن: رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. ذلك الدین القیم، این دین قیم و مضبوط است، یعنی تحریم اینها، حرام دانستن اینها. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این ماها بر خود ظلم نکنید، یعنی در این ماها اقدامی نکنید که مرتکب گناه بشید. اقدام جنگی منظور است. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، با مشرکان کامل بجنگید همان گونه که آنها با شما می جنگند. یعنی وقتی که اونها رعایت نکردن ما هم رعایت نمی کنیم. البته این را خدمت شما عرض کنم که بحث مفصلی است درباره اینکه آیا ماهای حرام واقعا در دین اسلام حرام بودند و حرام هستند. الان هم اگر ما با دشمن جنگ داشتیم باید در ماه حرام چی بکنیم؟ باید که آتش بس اعلام بکنیم. اصلش اینه که بعضی از علما معتقدند که ابتدا ماه حرام بود، بعدا منسوخ شد حرام بودنش. همین وقاتل المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة.
اما شیخ ما حسین علی رحمه الله چون که ایشون آیات را منسوخ نمیدانند، ایشون معتقدند ماه حرام، حرمت ماه حرام استحبابی بوده و هست، در گذشته هم حرام نبوده، نامش ماه حرام معنی حرمتش استحبابی بوده و الان هم هست. ما در سوره بقره خواندیم صحابه اشتباها کسی را کشتن، فکر کردن که آخرین روز جمادی الثانی هست، در حالی که اولین شب رجب بود، در ماه حرام کسی را کشتن. مشرکین هیاهو برا انداختن، سر صدا کردن. الله عزوجل گفت اشکال نداره، اون شرکی که اونها میکنند از این قتلی که شما کردید خیلی بدتره. از اینجا و امثال این آیه مولانا میفرماید معلوم میشه که نجنگیدن مستحب است، حرام نیست. ماه حرام برای ما هیچ وقت حرام نبوده و نیست. نامش ماه حرام یعنی ماه حرمت، ماه احترام، باید احترامشون را داشت، باید در اون ماه نجنگید. اما اگر کسی بجنگه نیاز باشد خب اشکالی ندارد. فلا تظلموا فيهن انفسكم واعلموا ان الله مع المتقین وعده نصرت است. اما در صورت تقوا بدانید که معیت الله از نظر نصرت، از نظر یاری با متقین است. انما النسیء زیادة فی الکفر، همون رسمی را که بنده عرض کردم عرب ها داشتند، اون را خدای عزوجل ذکر می کند که تأخیر دادن ماه حرام زیادت در کفر است. شما می آیید اون چیزی که خدا حرام قرار داده، خدا حرمت گذاشته برای محرم، شما اون را حرام نمی کنید، شما سفر را حرام می کنید. این همون است که حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام قرار دادن. بس تأخیر کردن زیادتون فی الکفر، بیشتر کفر است از طرف رؤسای مجرمین مشرکین. یضل به الذین کفروا، گمراه میشن به وسیله همین تأخیر کسانی که کفر کردند. یحلونه عاما و یحرمونه عاما، یک سال حلالش میکنن یک سال حرامش میکنند. لیواطئوا عدة ما حرم الله، فقط هدفشون چیه؟ که موافقت با تعداد ماهایی که حرام کرده. یعنی اونها در تعداد همون 4 ماه را حرام میدانستند، اما جا به جا. فیحلوا ما حرم الله، نتیجه نسی چی میشه؟ تأخیر. نتیجه تأخیر حلال میدانستن اون چیزی که حرام کرده خدا. مثلا خدا محرم را حرام قرار داده، اونا حلال میدانستن. زین لهم سوء اعمالهم، این اعمال سوء و بدشان هست که برایشان مزین است. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند چنین قوم کافری را هدایت نمی فرماید. خب تا اینجا بحث براءت بود، جنگ با مشرکین بود، درگیری با مشرکین. این بخش اول سوره هست. بخش دوم سوره از یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا شروع میشه که در بخش دوم هم موضوع جهاد است، اما با این تفاوت که اینجا بیشتر زجر و توبیخ، سرزنش و نکوهش برای منافقین است. منافقین را الله تعالی سرزنش میکند. اصل جریان تقریبا تا آخر سوره و نزدیک به آخر سوره جریان تبوک است، جنگ تبوک، که من به صورت خلاصه خدمت شما عرض میکنم و بعد به آیات میپردازیم. جنگ تبوک در سال غزوه تبوک که جنگ اتفاق نیفتاد، در سال 9 هجری بود، بعد از فتح مکه. در مدینه طیبه مقدار سخت بود، مشکلات بود، هم قحطی بود، باران نیامده بود، هوا بسیار گرم بود و هم موسم برداشت خرما بود. از طرفی هرقل روم، چون تبوک در روم هست، از مدینه طیبه الان من 2-3 سال پیش که توفیقی شد تابلوها را نگاه کردم، تقریبا نزدیک به 600 کیلومتر است الان با تابلوهای امروزی از مدینه طیبه تا تبوک. مرز سوریه هست، در سوریه واقع میشه یا در سعودی هست مرز سوریه، ولی اون زمان سوریه و شام تحت سیطره روم بود.
حکومت دنیا دو تا ابرقدرت بودن، یا روم یا ایران. بعضی مناطق آزاد مثل عرب ها هم بودن، ولی اکثرا یا رومی ها بودند یا ایرانی ها بودند که حکومت میکردند. بقیه بلاد تحت سیطره اونها بود. تبوک اونجا در شام واقع هست، تحت سیطره روم هست. هرقل روم شنیده بود، بعضی ها بهش رسونده بودن، شایع شده بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فوت کرد، درگذشت. لذا هرقل روم لشکری را آماده کرد، گفت الان که فرصت است و ایشون فوت کرده رفته، این بلاد را بگیرم، این بلاد را ما تصرف بکنیم. رقابت بود مثل شرق و غرب امروز که روی بلاد رقابت هست، هر یکی سعی میکنه کشورها را حلیف خودش قرار بده. اون وقت هم تسلط بر کشورها بود و هر یکی سعی میکرد بلادش بیشتر بشه. هرقل به حقانیت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پی برده بود. در حدیث مفصلی در صحیح بخاری است که هرقل میخواست ایمان بیاره، آخر نصیبش نشد. همه چیزها را متوجه بود که راست است، درست است. اما هرقل میخواست که حمله بکنه، لشکر خیلی بزرگی آماده کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم متوجه شد، گفتند حدوداً 300,000 نفر هرقل آماده کرد برای اینکه تمام بلاد مدینه، مکه و تمام بلاد عرب را که فتح شده بودن به دست مسلمانان، طائف هست، حنین هست، تا دور دراز میرفت، اینها را فتح بکند و داشت آمادگی میکرد. از هر طرف تبلیغات بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این را شنید بسیار ناراحت شد و رسول الله دستور داد نفیر عام در چنین مواقع جهاد فرض عین میشه. نفیر عام یعنی هر کس توانایی داره باید بره. در این شرایط پروانه های شمع نبوت با وجود تمام مشکلات جمع شدند و واقعا از خود ایثار و خودگذشتگی نشان دادند. تعریفی که خدا در ادامه این سوره از اصحاب و یاران مخلص رسول الله صلی الله علیه وسلم می کند، شما پی میبرید که چقدر الله تعالی اینها را دوست دارد و نیاز به حمایت مالی بود، جمع‌آوری به اصطلاح. در جمع‌آوری هم بین صحابه مسابقه بود. در همین معرکه بود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام مالش را آورد، هیچی نگذاشت. عمر فاروق به زعم خودش می گفت که من در این جریان از ابوبکر پیشی میگیرم. وقتی که آمد ابوبکر، رسول الله متوجه شد، هر چی که بود تقدیم کرد. گفت ابوبکر چی گذاشتی برای خانه و اهل بیت؟ گفت نام الله را گذاشتم، هیچ چیزی دیگه نگذاشتم. عمر اینجا پی برد که شکست خورده. عمر رضی الله تعالی عنه نصف آورد. عثمان رضی الله تعالی عنه در این جریان در غزوه تبوک که هیچ چی نبود، 300 شتر بار تمام خوراکی، 50 تا اسب، 10,000 طلای سرخ، دینار طلای سرخ تقدیم کرد. چنان زیاد شد کل لشکر را عثمان تجهیز کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم بی اختیار گفت اللهم ارض عن عثمان فانی راض عنه. بار اله از عثمان راضی باش که من از او راضی هستم. خوشا به حال عثمان که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این گونه با این احساسات در حق او دعا می کند. عبدالرحمن ابن عوف 100 اوقیه آورد. بعضی دیگه از صحابه هستند میگوین 600 تا از این نخلای عرض کنم خوشه های خرما آوردند، 600 تا سند به اصطلاح. منظور اینه که هر چی که صحابه در توانشون بود، حتی در یک کتابی در یک تفسیر تک تک را نام برده که هر یکی چی آورد، اینها را آوردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار خرسند شد، بسیار راضی شد که
اینها این جیش را میگفتن جیش العسره و این غزوه را میگفتن غزوه العسره، یعنی واقعا روزهای سختی بود و اصلا رفتن مشکل بود. گرمی چنان شدید بود که حد نداشت و عین خرماچینی بود، خرماها را داشتن جمع میکردن مردم در فصل خرما. اونایی که از بلاد خرمایی هستن میدونند که تمام هم مغم اینه که به موقع به وقت این محصول را برداشت کنند، چون اندکی تأخیر شد دیر شد دیگه خراب میشه. ولی همه کارها را راستگریز کردند، به دیگران سپردند، به زن و بچه سپردند، تمام آماده شدند. چند نفر فقط کوتاهی کردند، 3 نفر که حضرت هلال ابن امیه هست، حضرت کعب هست و حضرت مراره هست. اونها در پایان این سوره بحثشون می آید که تا 50 روز اونها بلا تکلیف بودند و توبهشون پذیرفته نشد. منافقین متصلا بعد از اینکه رسول الله آمدند دروغ گفتند، عذرخواهی کردند، آمدند. بعضی از صحابه که اینها هم اشتباه کردند نرفتند، اینها وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برگشت پیش رسول الله رفتند خودشون را به ستونهای مسجد بستند، زار زار گریه کردند، چون فرض عین بود. عرض کردم همه باید می رفتند مثل نماز صبح. لذا اینا گریه کردند توبه کردند تا اینکه الله عزوجل توبه اونها را پذیرفت. طول کشید 6 روز 7 روز، بیشتر کمتر توبه اونها پذیرفته شد. همون 3 نفر بلا تکلیف ماندن که درباره اونها آیات مستقلی خواهد آمد. لذا از اینجا به بعد این بحث است و این جریان است. وقتی که رسول الله رفتن لشکر 30,000 نفری آماده شد، لشکر بسیار مجهزی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند و حدوداً 1 ماه طول کشید. بعضی میگن اونجا 20 روز ماندند، بعضی میگن اونجا 2 ماه ماندند در تبوک. اما هرقل که عرض کردم پی برده بود این پیغمبر خداست، با وجودی که 300,000 نفر را جمع کرده بود و اینها 30,000 نفر بودند، هرقل از اونجا ترسید و خودش رفت و لشکرش را گفت بریم برای خودتون. هر یک متفرق شدند و هیچ کسی جرأت جنگ کردن پیدا نکرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از اون طرف برگشتند. در مسیر دعوت الی الله بود و در این مسیر معجزات بسیار زیادی مشاهده شد از رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا این غزوه تبوک که غزوه بسیار سختی هست و تقریبا تا آخر این سوره این بحث ادامه دارد، هم سرزنش بر منافقین و هم مسلمانانی که کوتاهی کردند، همه را الله اینجا بیان می فرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله. ای مؤمنان چی شده شما را هرگاه گفته میشه به شما انفروا فی سبیل الله، بروید در راه الله، اثاقلتم الی الارض، سنگین میشوید به سوی زمین. یعنی شما دلتون میخواد بمانید نروید. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی شدید، شما پسندیدید حیات و زندگی دنیا را من الاخره، بدل آخرت بجای آخرت؟ اگر این را انتخاب کردی بدانید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، نیست زندگی دنیا و کالای زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر اندک. دنیا شما چند روزی زنده هستید ولی آخرت ابدی هست، اونجا بهشت ابدی هست. شما ترجیح میدید دنیا را به آخرت؟ نباید مسلمان دنیا را به آخرت ترجیح بده. اینجا وقتی که بحث جهاد میشه، اگر واقعا جهادی باشد و جهاد وجود داشته باشد، باید مسلمان جهاد را، شهادت را بر دنیا ترجیح بده. در دنیا چی هست؟ گرچه لازم نیست که حتما شهید بشیم،
اگر حتما در جنگ شهادت بود، همیشه عرض میکنم خالد ابن ولید که تمام زندگیش در جنگ ها گذشت، خالد ابن ولید شهید میشد، اون نشد، تمام بدنش زخمی شد. آخر وقتی که بر رخت خواب بیماری داشت جان میداد، گریه کرد، گفت خالد آرزویش این بود که در جنگ شهید بشه، نشد، به خاطر این گریه میکرد. لذا الله عزوجل چنان مقدر کرده که در جنگ حتما کشته شدن باشد نیست، اما در جنگ بهشت است، در راه خدا و در جهاد بهشت است. الله می فرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، نیست کالای دنیا در مقابل آخرت مگر اندک. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، این نتیجه ترک جهاد است. اگر شما نروید خدا شما را عذاب میده، عذاب دردناک. و یستبدل قوما غیرکم، و تبدیل میکند قومی را بغیر از شما به جای شما. ولا تضروه شیئا، شما ضرر و آسیب نمیتوانید برسانید به الله. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قادر است، الله میتواند این کار را بکند. لذا هر وقت که وقت جهاد شد شما باید آماده بشید بروید. الله می فرماید الا تنصروا، رفتن به جهاد چیه؟ نصرت رسول الله، نصرت دین رسول الله. الا تنصروا فقد نصره الله، اگر شما او را یاری نکنید، رسول من را، پیغمبر من را، فقد نصره الله، اینجا جزا مقدر است. الا تنصروه فینصره الله، اگر شما او را یاری نکنید خدا او را یاری میکند. همون طوری که در اون روزی که هیچ کس را نداشت خدا یاریش کرد، فقط ابوبکر را در کنارش داشت. اشاره به جریان هجرت است. در رابطه با هجرت هم مختصرا قبلا عرض کردم، اینجا این آیه رسما درباره هجرت میگوید. مشرکین در دارالندوه با هم مشوره کردند. شیطان هم به شکل شیخی از اهل نجد در این میان بود که چیکار بکنیم. دیدگاه ها متفاوت شد تا اینکه ابو جهل گفت که تنها راهش اینه که جوانانی از قبایل مختلف تعیین بکنیم، کارش را تمام بکنیم، یک سر بکنیم. این تصویب شد، شیطان تشویق کرد. الله عزوجل به رسولش خبر داد و دستور داد. الله چون پیغمبر از قبل به صحابه دستور داده بود همه هجرت بکنند، منتظر دستور الله بود. فقط ابوبکر را گفت تو بمان که با هم میریم. بقیه رفتند. ابوبکر صدیق شترها را آماده کرده بود، یک برده ای را هم کرایه کرده بود به عنوان دلیل، راهنما که از کدوم مسیر ببرد اونها را، اون هم آماده کرده بود. شب و روز منتظر بود که دستور میرسه، تا اینکه امروز که مشوره شد که امشب برند بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، همین روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ابوبکر گفت آماده باش که اول شب میریم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خرسند شد، خوشحال شد و بیرون مکه جایی آماده کرده بود. منتظر بودند، هم دلیل و راهنما و هم شترها، تا اینکه هوا که تاریک شد ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند و حرکت کردند به طرف مدینه منوره. و اون کسی که راهنما بود تا مسیر اونها را برد و از روایات معلوم میشه که فقط مسیر را برای اونها درست کرد و بعد از اون برگشت، چون راهنماها تا یک حدی میبرند. بعد از اون ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها بودند و رفتند تا اینکه مشرکین متوجه شدند. مشرکین با خبر شدند و تعقیب کردند. چون شب اینجا آمدند حضرت علی کرم الله وجهه را دیدند
با علی کرم الله وجهه هم کار نداشتند و متوجه شدن رسول الله رفته، تعقیب کردند و حتی جایزه تعیین کردند، جایزه 100 شتر. اونهایی که آمدند بر غار قرار گرفتند، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حتی پاهایشون را میدید، اما غار طوری بود که فاصله زیاد بود از بالا تا پایین و شترها در یک جای دیگه بودند، در یک مسیر دیگه گذاشته بودند. اینجا 3 روز ماندند. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گاهی غذای، خرمای، نانی چیزی برایشون می آورد و وقتی که آمدن اطراف را نگاه کردند، الله عزوجل اونها را، چهرهشون را به سمت و سوی دیگه برد. از اشاره آیه معلوم میشه، بسیاری از مفسرین هم نوشتن خداوند فرشتگانی فرستاد و ایده بجنود لم تروها، فرشتگانی فرستاد که اینها را به سمت و سوی دیگه بردند، متوجه کردند. با وجودی که اونجا بودند، بالای غار قرار گرفته بودند. این هم معروف است، تو تفسیرها هم نوشته والله اعلم که عنکبوت تارش را اونجا بافت و کبوتر آمد اونجا تخم مرغ کرد. والله اعلم اینا صحتشون، ولی تو تفسیرها هم نوشته اینا. ولی از قرآن معلوم میشه که فرشته ها آمدند و ذهن مشرکین را و حواس مشرکین را به سمت و سوی دیگه بردند. اینا مسیرشون دیگه جایی رفت، اینجا را ترک کردن، رها کردند. لذا ابوبکر ناراحت بود، گفت یا رسول الله پیدا میشند. رسول الله گفت لا تحزن ان الله معنا، شما غمگین نباش، خدا با ماست. الله تعالی میفرمه من سکینه نازل کردم. علی ای حال از اینجا بیرون آمدند، ادامه دادند مسیر را، رفتند تا از مکه فاصله گرفتند. نزدیک مدینه که رسیدند، سراقه ابن مالک که جریانش معروف است و تعقیب میکرد، اسب بسیار تندرویی داشت و اسبش هم اسب بود. همه افتخار میکردند که اسب او را بخرند و اسبش مشهور بود در میان مردم. با اون اسب تندرویش اون گفت من میخواست که اون جایزه را دریافت کند، من اینها را میارم. تا اینکه سراقه رضی الله تعالی عنه که بعداً مسلمان شد، از دور مشاهده کرد رسول الله را و ابوبکر را، پیدایشون کرد و سریع به طرفشان رفت. رسول الله و ابوبکر بر شتر بودند. اونجا وقتی که رفت، به محض اینکه نزدیک شد به طرف اونها، به قدرت الله عزوجل این اسب پاهاش در زمین فرو رفت و اسب زمینگیر شد، نتونست بیشتر بره. سراقه متوجه شد، گفت که اشتباه کردم، دعا کن که از اینجا نجات بیابم، برمیگردم، با کار ندارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کرد. بار دوم سراقه حمله کرد، دوباره زمینگیر شد، تا 3 بار. آخر متوجه شد که کار من نیست. بعد از اون که سراقه میخواست برگرده، در همون جا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت سراقه من دستبند کسرا ایران را به دست تو میبینم. این پیشگویی آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود که بعداً سراقه مسلمان شد. در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شد ایران و عمر رضی الله تعالی عنه اون پیشگویی رسول الله را عملی کرد، به دست سراقه داد دستبند کسرا را. علی ای حال محبوب خدا رفت و به مدینه طیبه رسید. اون روز کسی نبود. الله می فرماید من چطور یاریش کردم. الان اگر شما نصرتش نکنید، یاریش نکنید، همان گونه من یاریش میکنم. الله می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما او را یاری نکنید، همانا یاری کرده، نصرت کرده او را الله. اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که او را بیرون کردن، مجبورش کردن بیرون بشه،
کفار بیرونش کردن در حالی که پیغمبر خدا ثانی اثنین بود، از دوتا دومی بود، یعنی یک همراهی دیگه هم داشت که اون همراه کیه؟ ابوبکر صدیق. اذ هما فی الغار، زمانی که آن دو در غار بودند، منظور از غار چیه؟ غار ثور. اذ یقول لصاحبه، زمانی که می گفت پیغمبر به صاحبش، به همراهش، به صحابیش. ببین این صحابیت حضرت ابوبکر صدیق و صاحب بودن ابوبکر صدیق از نص صریح قرآن هیچ کس نمیتواند انکار بکند. میدونید انکار آیه قرآن چی میشه؟ امام قرطبی در تفسیر خودش میگه من انکر ان یکون ابوبکر صاحب رسول الله فهو کافر. هر کسی انکار بکند مستلزم انکار آیه میشه، لانه انکر نص القرآن. این انسان از دایره ایمان خارج میشه چون که نص قرآن را انکار کرده. نص قرآن میگه اذ یقول لصاحبه، زمانی که رسول الله به صاحبش گفت، به همراهش گفت لا تحزن ان الله معنا، نترس، هم الله با ماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا وقتی که ابوبکر دغدغه داشت، پریشان بود، جمله در حدیث شریف آمده، رسول الله گفت یا ابابکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ای ابوبکر نظرت درباره اون دو نفری که الله سومیشون هست چیه؟ یعنی الله با ما هست، الله سومی هست. قرآن هم همین میگه. رسول الله گفت ان الله معنا، الله با ماست. علما مقایسه میکنند در تفسیرها بین جمله‌ای که رسول الله گفت، جمله‌ای که موسی گفت. قوم موسی اونجا ترسیدن، شما آیه را خواندید، گفتن که ای موسی انا لمدرکون، فرعون آمد ما را دستگیر کرد. موسی چی گفت؟ ان معی ربی، رب با من است، نگفت معنا، چون اونا در جایگاهی نبودن که اونا را با خود همراه بکند. گفت ان معی ربی، رب با من است، اون رب مرا راهنمایی میکند چیکار بکنم. اما رسول الله نگفت ان الله معی، ای ابوبکر خدا با من است، گفت خدا با ماست، با دوتای ماست. این فرق اصحاب رسول الله و اصحاب موسی را از اینجا بفهمید. لذا ان الله معنا، الله با ماست. فانزل الله سکینته علیه، الله نازل کرد سکینه را بر او. بر کی نازل کرد؟ اگر بگیم بر رسول الله نازل کرد خب میشه، اما آیا مگر رسول الله ترس داشت؟ رسول الله دغدغه داشت؟ سکینه جایی نازل میشه که چی؟ دغدغه باشد. پس بیشتر مفسران اینجا گفتن فانزل الله سکینته علیه، یعنی علی صاحبه، ضمیر به صاحب است. خداوند سکینه را بر همراه رسول الله، بر صاحب رسول الله نازل کرد، چون دغدغه اون داشت، پریشان او بود، نه رسول الله. رسول الله که مطمئن بود خدا مرا کمک میکند، دلش قرص بود. اما ابوبکر نگران بود. پس سکینته علیه نوشته علی ابی بکر. ابن العربی گفته علی ابی بکر، خداوند سکینه را بر ابوبکر نازل کرد. قال علماؤنا و هو الاقوا، هر عقل سلیمی میدانه این تفسیر قوی تری است. علما گفتند که اقوا همین است. چرا؟ لانه خاف علی النبی صلی الله علیه و سلم، او بر رسول الله می ترسید، به خاطر رسول الله. این هم بدونید که ابوبکر به خاطر خودش نبود، به خاطر رسول الله بود. احساس خطر برای رسول الله می کرد.
لذا خاف علی النبی من القوم، از این قوم بر علیه رسول الله آمدند. شب اونها برای کشتن ابوبکر که نیامده بودند، برای رسول الله آمده بودند. پس ابوبکر برای خودش هیچ دغدغه‌ای نداشت، کل هم و غم، کل دغدغه به خاطر وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. پس علامه قرطبی میگه خاف علی النبی صلی الله علیه وسلم من القوم، از این قوم برای رسول الله میترسی. فانزل الله سکینته علیه، الله عز وجل سکینه را بر او نازل کرد. فسکن جاشه و ذهب روعه و حصل الامن، بعد از اینکه سکینه نازل شد دلش آرام گرفت، ترسش رفت، امنیت حاصل شد، قرار گرفت و بعد از اون چیزی نگفت. و ایده بجنود لم تروها، تایید کرد او را، پیغمبر خودش را الله نصرت کرد، بجنود لم تروها، با لشکریانی که شما نمیدیدید، یعنی با ملائکه. از اینجا معلوم میشه که ملائکه آمدند و مشرکین را که تعقیب میکردند منحرف کردند. پس ببینید خدای عزوجل معجزات علنی نشان داد. ملائکه آورد، مشرکین مسیرشان منحرف شد، سمت سوی دیگه رفتند. اونجایی که سراقه آمد، سراقه هم زمینگیر شد. پس اینا معجزه هستند، اینا همراهی ملائکه را میرسانند. و جعل کلمت الذین کفروا السفلی، کلمه منظور تدبیر، توطئه و حیله کسانی که کفر کردند الله او را سفلا قرار داد، پایین، یعنی شکست. و کلمت الله هی العلیا، کلمه الله یعنی تدبیر الهی او غالب شد، اون به پیش رفت. والله عزیز حکیم، الله عزوجل عزیز هست، غالب هست و حکیم در کارهای الله حکمت هاست. پس ملاحظه فرمودید که در این آیه الله تعالی به مسلمانان میگه اگر شما او را نصرت نکنید، رسول من را، من مثل جریان هجرت من خودم او را نصرت میکنم، او را تنها نمیگذارم. انفروا خفافا و ثقالا، الان دوباره موضوع جهاد در وسط به صورت نمونه بحث هجرت آمد. انفروا خفافا و ثقالا، بروید در راه الله سبک بال، سنگین بال. این دو را تفسیرهای مختلفی کردند. خفافا و ثقالا، بعضی گفتند که دو نفر، سه نفر، ثقالا جماعت های بزرگتر، دسته های بزرگتر، 10-20 نفر، 100-200 نفر، یعنی تکی برید، جمعی برید. این یک تفسیر. یکی دیگه خفاف و ثقال یعنی اسلحه خفیف دارید برید، یا اسلحه سنگین و پیشرفته و مدرن دارید، هر نوع اسلحه‌ای دارید برید. بعضی گفتن خفاف و ثقال اونی که تنگ دستید هم برید، ثقال یعنی سرمایه دارید هم بروید. بعضی گفتن که خفاف و ثقال این هست که اگر، البته عمرو بن جموح اینطور تفسیر میکرد، یکی از صحابه‌ای که لنگ بود، خوب نمیتونست راه بره، 4 تا فرزندش همراه شد در این جنگ. گفت پدر ما که هستیم، البته اینجا نه، در جنگ احد بود، گفت که ما هستیم. اون قانع نشد، گفت نه من باید خودم بیام، شما برای خودتون می جنگید، من برای خودم. گفتن شما معذوری، گفت نه، خدا گفته انفروا خفافا و ثقالا، یعنی خوب قدرت جسمی داشتید یا نداشتید باز هم برید. ایشون اینطور تفسیر میکرد. رسول الله گفت جلوی پدرتون را نگیرید. رفت در احد شهید شد. وجاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، بجنگید با مالتان، با جانتان در راه الله. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر شما بدانید. خب منافقین در این جنگ همراه نشدند، خیلی سخت بود. هر کسی که ایمانی داشته نباشد برای او ممکن نبود بتونه بره. لذا منافقین بعضی ها از اول آمدند، بهانه کردند. عین وقت شد
و یا رسول الله ما آمادگی نداریم، ما این مشکل داریم. اون یکی میگفت من این مشکل دارم. الله میفرماید که لو کان عرضا قریبا، اگر کالای نزدیکی بود، غنیمتی در مسافت نزدیکی بود، و سفرا قاصدا، و یک سفر متوسط بود، لاتبعوک، هر منافقی شما را دنبال میکرد، شما را پیروی میکرد، می آمد. ولکن بعدت علیهم الشقه، اما این مسافت بر آنها دور شد، طولانی شد. مسافت طولانی بود، لذا اونها نیامدند. و سیحلفون بالله، خداوند پیش بینی می فرماید، پیشگویی می فرماید که شما وقتی که برگردید برای شما اینا سوگند می خورند، ان قریب اینها سوگند می خورند. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما می توانستیم ما با شما خارج می شدیم. الله می فرماید یهلکون انفسهم، با این دروغ خودشان را به هلاکت می اندازند. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا می داند که اینها دروغ می گویند. الله عزوجل می داند که اینها دروغ می گویند. بعضی می آمدن با بهانه های واهی و عذرهای پوچ از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه می گرفتن. خب رسول الله دیگه بالاجبار نمی گفت، به زور نمی گفت حتما شما بیاید همراه بشید. کسی که دلش نمیخواد هزار تا بهانه میاره، رسول الله می گفت باشه نرید، نیایید شما. الله عزوجل عتاب کرد، تذکر داد محبوب خودش را که شما چرا اجازه دادید؟ اجازه نمی دادید تا خودشون نمی آمدن نفاقشون معلوم میشه. اینطور میگم به ما پیغمبر اجازه داده. لذا الله می فرماید عفا الله عنک، قبل از عتاب اعلام عفو است، خدا شما را معاف کرد. لما اذنت لهم، چرا آنها را اجازه دادی؟ حتی یتبین لك الذین صدقوا، اجازه نمی دادی حتی که واضح می شد برای شما آنانی که صدقوا، صادقا مخلصند، و تعلم الکاذبین، کاذبین را هم می شناختی، لذا اجازه نمی دادی. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، ذکر مخلصین صحابه است. الله می فرماید مخلصین از شما اجازه نمیگیرند. اجازه نمیگیرند آنانی که ایمان دارند به خدا و روز آخرت، ان یجاهدوا، ان یجاهدوا، از این اجازه نمیگیرند که ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان. والله علیم بالمتقین، الله به این متقیان علیم و آگاه است. الله می فرماید که این متقیان، این اعلام تقواست برای صحابه، این متقیان از شما اجازه نمیگیرند. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، جز این نیست که اجازه میگیرند. یستأذنک بنیست بلا عذر، بدون عذر، عذرم ندارند. آنانی که ایمان ندارند به الله و روز آخرت، لا یؤمنون بالله یعنی بالتوحید، والیوم الاخر یعنی انکار قیامت، منکر توحید، منکر قیامت، منافقین. وارتابت قلوبهم، شک دارد دلهایشان، ریب دارد، شک دارد، این ریب فی الدین است. فهم فی ریبهم یترددون، اونها در شکشان مترددن، یعنی نسبت به اسلام، نسبت به دین شک داره. اینها میاند اجازه میگیرن. ولو ارادوا الخروج، خداوند فرمود که اینا عذر ندارند. اگر واقعا اینا میخواستند که برند، خب از چند وقت پیش اعلام شده بود. اینا کوچکترین آمادگی میکردند، هیچ اثری از آمادگی در اینها در خانه هایشون پیدا نمیشه، بس اینا اراده نداشتند. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، اگر آنان اراده خروج میکردند، آمادگی میکردند، آمادگی. ولكن کره الله بعاثهم، اما خدا نپسندید بلند شدن اینها را. فثبتهم، خداوند جلویشان را گرفت، مانعشان شد. و قیل اقعدوا مع القاعدین، به حکم تکوینی الله
به آنان گفته شد بشینید با زنهایی که در خانه ها نشستند یا بشینید با اون معذورینی که در خانه ها نشستند، پیرها، ضعیفها، کهنسالها، بچه ها، شما هم با اونها بشینید. لو خرجوا، بازم الله تعالی می فرماید که نیامدنشان هم حکمت دارد. اینا در هر جنگی می رفتند در مسیر صحابه را پریشان می کردند، هی فساد می کردند، هی توطئه می کردند، اذیت می کردند، روحیه ها را تضعیف می کردند. الله می فرماید لو خرجوا فیکم، اگر در میان شما اینها خارج می شدند ما زادوکم الا خبالا، نمی افزودن در شما مگر فساد را. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، اینها در وسط شما قرار می گرفتند و در شما فتنه می طلبیدند. فتنه یعنی انصراف از جهاد، چند دستگی، درگیری. و فیکم سماعون لهم، در میان شما جاسوس هایی هست که گوش می کنند برای اونها. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب می داند این ظالمین را. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، این شرارت جدیدی نیست، اینها از قبل طالب فتنه بودند. و قلبوا لك الامور، همه امور را برای شما برعکس می کردند، هر دستوری شما می دادی اینها عکس اون عمل می کردند. حتی جاء الحق و ظهر امر الله، حتی که حق آمد و امر الهی ظاهر شد، یعنی دستور جهاد. و هم کارهون، اینها در دل نمی پسندیدند، خیلی از این پریشان بودند. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از منافقین بودند چه بهانه های مسخره. الله تعالی بعضی از اونها را ذکر می کند. بعضی از منافقین هستند به شما میگویند مرا اجازه بده و مرا در فتنه واقع نکن، من اگر بیام گرفتار میشم. منظور از این شخص یک منافقی بود به نام جد ابن قیس. جد ابن قیس آمد و خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله، من کسی هستم که بلا تشبیه زود فریفته زنها میشم، گرفتار زنها میشم. من اگر بیام اون زنهای زرد رنگ رومی را ببینم من گرفتار میشم، عاشق میشم، به اصطلاح گرفتار میشم، در فتنه واقع میشم. منو نبرید، من اجازه بدید من همینجا بمانم. این بهانهش بود. تفسیر قرطبی نوشته قال الجد ابن قیس، جد ابن قیس گفت قد عرفت قومی انی مغرم بالنساء، قوم من میداند که من به زنها گرفتارم. و انی اخشا ان رأیت بنات بنی الاصفر، من میترسم اگر اونجا آمدم و دختران زرد رنگ یا سفید پوست و زرد پوست اونها را ببینم، الله اصبر عنهن، یعنی دختران رومی را صبر نکنم و نتونم خودم را تحمل کنم. فلا تفتنی واذن لی فی القعود، ای پیامبر مرا در فتنه نینداز، به من اجازه بده بشینم. قرطبی. الله می فرماید و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از منافقین اونایی هستن که میگن به ما اجازه بده و ما را در فتنه نینداز. الله می فرماید فتنه کدومه؟ الا فی الفتنه سقطوا، خبردار اینها در فتنه افتادند، اینا در فتنه قرار دارند. همین تخلف از راه رسول الله خودش فتنه هست، بزرگترین فتنه و فساد همینه. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم چنین کافران را احاطه کننده هست، اینها را الله نمیذارد، اینها را در جهنم میسوزاند. و اینها اینقدر تنگ نظرند که ان تصبک حسنة تسؤهم، اگر به شما حسنه، فتحی، موفقیتی، غنیمتی برسد، تسؤهم، برای اونها ناگوار هست، اونها پریشان میشوند، مریض میشند. چرا؟ اینها پیروز شدند. و ان تصبک مصیبت، اگر به شما مصیبتی برسد، شکستی،
شهادتی، ضربه‌ای. یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، میگویند ما قبل از این تدبیر کردیم، ما امر خودمون را از قبل گرفتیم، یعنی برای خودمون برنامه ریزی کردیم و گفتیم که در این جنگ فایده نداره. و یتولوا و هم فرحون، آنها برمیگردند در حالی که خوشحالند که شما ضربه دیدید، شما آسیب دیدید. الله عزوجل می فرماید قل لن یصیبنا، ای پیامبر به آنان بگو لن یصیبنا، هرگز به ما نمی رسد هیچ چیزی، الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه که الله برای ما نوشته، هو مولانا، اون مولای ماست، اون دوست و حامی ماست، هرچی که برای ما فیصله بکند همون میشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله باید توکل کنند مؤمنان. هرچی برای مؤمنان الله بنویسه همون نه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، به آنان بگو، به منافقان، آیا شما برای ما غیر از این انتظار دارید؟ انتظار یکی از دو خوبی، یکی از دو محاسن و زیبایی، هر دو زیباست، یا فتح یا شهادت. چون مسلمان وقتی که به میدان میره، مسلمان ترسو و بزدل نیست که فرار بکند، یا موفق میشه فتح میکند، یا شهید میشه به بهشت میره. پس هر دو زیبا، هر دو حسن. و شما برای ما یکی از این دوتا انتظار دارید. شما فکر میکنید یا ما کشته میشیم که برای ما هم خوبه، شهید، یا موفق میشیم. اما ما به شما چه گمانی داریم، چه انتظاری داریم؟ و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله، ما انتظار داریم برای شما اینکه خدا به شما برساند عذاب من عنده، عذابی از جانب خودش، او به ایدینا، یا عذابی به دست ما. چه از خودش به شما عذاب میده، چه به ما اجازه بده که به حساب شما برسیم. فتربصوا انا معكم متربصون، شما انتظار بکشید، ما هم منتظر میشیم، ما هم انتظار میکشیم. قل انفقوا طوعا او کرها، منافقین بعضی ها ظاهرا انفاق میکردند که پذیرفته بشه انفاقشان. الله میفرماید شما انفاق بکنید، چه به خوشی چه به ناخوشی، لن یتقبل منکم، هرگز از شما پذیرفته نمیشه. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، شما قوم فاسق هستید، ای خارجین عن الایمان، شما از ایمان خارجید. چرا الله عزوجل نفقاتشون را قبول نمی کند؟ دلیل داره، کفر به خدا، کفر به رسول خدا. الله در این آیه بیان فرموده و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، منع نکرد آنان را که نفقاتشون پذیرفته بشه، چیزی دیگه مانع نیست، الا انهم کفروا بالله و برسوله، مگر اینکه آنان کفر کردن به خدا و به رسولش. ولا یأتون الصلاة، کسی میگه که خب نماز که میخوانند، الله میگه این ظاهریه. ولا یأتون الصلاة، اینها به نماز نمی آیند، الا و هم کسالا، مگر اونها با کسالت می آیند، با تنبلی می آیند، با بیحالی و بی‌حوصلگی. چیزی که انسان عقیده داشته نباشه خیلی سخت میشه. ولا ينفقون الا وهم کارهون، خرج نمی کنند مگر آنان نمی پسندند، یعنی در دل دوست ندارن خرج کردنشون را. اکراه است، اجبار است، مجبوریه که نفاقشون ظاهر نشه. لذا الله عزوجل می فرماید اینها به این خاطر خرج می کنند. و باز یک شبهی هست، خب خدای عزوجل این همه مال به اینها داده، اینا وقتی منافقند، دشمنند، الله می فرماید این نمیتونه دلیل باشد. الله تعالی به هر که میده، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، شما را در تعجب واقع نکنند مالشان و نه اولادشان،
همه امکانات دارند، همه چیز دارند. انما یرید الله، جز این نیست که الله اراده دارد لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تا اینکه عذاب بده آنها را اول در همین زندگی دنیا، و تزهق انفسهم وهم کافرون، جانشان را بگیرد در حالی که آنها کافرند، یعنی با کفر بمیرند. چون اینها وقتی که نفاق کردند امکانات ظاهری، دنیا، متاع دنیا، همه چیز برایشون فراهم، تا همینطور ادامه بدن مسیر کفر را، تا با کفر بمیرند. و با وجود اینکه کافرند ادعای ایمان میکنند. و یحلفون بالله انهم لمنکم ای اذا رجعت الیهم، وقتی که شما از تبوک برگشتید اینا سوگند میخورند که از شما هستند. الله میفرماید ولا وما هم منکم، اینها از شما نیستند، ولکنهم قوم یفرقون، اما اینها قومی هستند که میترسند. یفرقون یخافون، اینا میترسند از شما، چنین اعتراف میکنند. لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر اینها پناهگاهی بیابند، او مغارات یا غاری، سوراخی در کوه، او مدخلا یا جای ورودی که داخل بشن، لولوا الیه و هم یجمحون، اون طرف میروند پشت میدهند و هم یجمحون، پا به فرار میگذارند، میگریزند. لذا الله میفرماید اینها از شما نیستند، هرگز سوگندشون را، قسمشون را باور نکنید. یکی از منافقین دیگر را خدا اینجا یاد میکنه که به رسول الله طعنه میزد. منافقین حتی به رسول الله بدبین بودند. این جریان برمیگرده به جریان حوازن، به جریان حوازن برمیگرده که اونجا ما دیروز خواندیم در معرکه حنین، اونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غنایم زیاد بود، غنایم را رسول الله تقسیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یکی زیاد داد، به یکی کم داد، این اختیار را الله بهش داده بود. حتی بعضی تازه مسلمان ها و از این سرداران و بزرگان قریش به اینها 100 تا شتر داد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به یک نفر در صحیح مسلم حدیثی هست که یکی از اونها اعتراض کرد، به او 50 تا داد، به 3 تا دیگه رسول الله 100 تا داد. شعری درست کرد که مگر پدر اونها از پدر من بالاتر است، یا خود اونها از من زرنگترن که به اونها 100 تا داد و به من 50 تا. رسول الله این شعر را شنید، خندید، 50 تا دیگه بهش داد. آن حضرت به تازه مسلمان ها شرایط اون روز اینطور ایجاب میکرد. تازه اینها از مکه مسلمان شده بودن، با رسول الله همراه شدن، رفتن به جنگ حوازن، زیاد داد. و این منافق به نام معتب ابن قشیر این اعتراض کرد، گفت که چرا عدالت نمی کنی، چرا به ما نمیدهی؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینجا خدای عزوجل جواب داد. میخواستم فرق بین منافق و اصحاب واقعی را، که اینجا منافق را الله عزوجل مورد سرزنش قرار داده. در همین جنگ غنایم بیشماری به دست آمد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیشتر غنایم را به مهاجرین داد و به تازه مسلمان ها داد، به انصاری ها چیزی نداد، چون مهاجرین از خود جایی نداشتند. هر چی بود مال اونها را اهل مکه گرفته بود و همه مالشون را به تاراج برده بودند. لذا الان که به دست آمد رسول الله بهشون داد تا برای خودشون زندگی بسازند. به انصار هیچ چی نداد، انصاری ها چیزی نگفتند. بعضی از جوانهای انصار یا یکی از جوانهای انصار گفت که اون روزهای سخت ما بودیم، هر جا ما بودیم، امروز که نوبت غنیمت است، امروز به ما چیزی نمیدهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم انصار را جمع کرد، گفت یک جا جمع بشید. همه انصاری ها جمع شدند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تسلی انصار یک سخنرانی کرد که انصار تسلی شدند.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من شما را چنان دوست دارم که اگر همه مردم از یک راه برند، از یک وادی برند و انصار از یک وادی برند، من از همون وادی انصار میرم. انصار گفتم برای ما همین بسه، همین افتخار بزرگی هست. باز فرمود آیا شما راضی نیستید که مردم با مال برمیگردن، شما با رسول خدا برمیگردید؟ چون یه خطری دیگه هم بود. اون خطر این بود که الان مکه فتح شد، رسول الله به مکه دل داشت، محبت داشت، روزی که از مکه رفت زار زار گریه میکرد. الان که مکه فتح شد، مکه دارالاسلام شد، این خطر هم بود که رسول الله که مکه را فتح کرده دیگه همینجا زندگی میکند. این مژده بسیار بزرگی برای انصاری ها بود. رسول الله به انصاری ها گفت که مردم با مال برمیگردن، شما با رسول خدا برمیگردید، من مال شما هستم، راضی نیستید؟ انصار همه گفتن یا رسول الله ما راضیم، ما چیزی بیشتر از این نمیخواهیم. لذا به انصار چیزی نرسید در این جنگ و انصار با رسول خدا برگشتند. اما این منافق، فرق نفاق و اخلاص اینه، این منافق اعتراض می کند و منهم من یلمزک فی الصدقات، بعضی از آنهایی هستند که شما را در صدقات متهم می کنند. لمز عیب زدن را میگن، اتهام را میگن. فإن اعطوا منها رضوا، اگر داده بشوند از مال غنیمت راضی میشن. و ان لم یعطوا منها، اگر داده نشوند از آن مال غنیمت، اذا هم یسخطون، در این هنگام اونها به سخط یعنی به خشم می آیند، به خشم و غضب می آیند، ناراحت می شوند. اما انصاری ها عکس این، به اونها داده نشد راضی شدند. الله می فرماید ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنان راضی می شدند به آنچه که الله آنها را داده و رسول داده. و قالوا حسبنا الله، و استه دل می گفتن حسبنا الله، الله ما را کافی است. سیؤتینا الله من فضله و رسوله، همین بس ما را ان قریب الله و رسول به ما می دهند. انا الی الله راغبون، ما به سوی الله از ته دل رغبت داریم، یعنی الله را دوست داریم و به سوی الله می رویم. اگر اینو می گفتن این بهتر بود برایشان، اما اینها اهل نفاقن، اینو نگفتن، اعتراض کردن. الله عزوجل جواب اعتراضشون را داد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل